روز 25 سپتامبر سال 2022 کمیته‌های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان پروتکل قطع مناقشه مرزی را به امضا رسانیدند. مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی تاجیکستان خبر داد که گفت و شنید رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قمچیبک توشیف و امضای پروتکل در نقطه گذرگاه سرحدی قزلبیل دایر شده است. دو جانب اظهار امیدواری نمودند که بندهای سازشنامه امضا شده مورد اجرای عملی قرار میگیرد و در سطح دو دولت ثبات و آرامی و همدیگرفهمی کامل برقرار میگردد گفته می شود در خبر. جانب تاجیکستان درباره سند امضا شده یگان جزئیات دیگر نداده است، ولی رهبر امنیت جمهوری قرقیزستان قمچیبک توشیف به ژورنالیستان گفت هدف از این پروتکل از بین بردن سبب و منبع‌های نزاع برانگیز در مرز دو کشور است. گفته می شود از جمله تاجیکستان و قرقیزستان در برخی منطقه‌های مرزی هر کدام 4 دیدبانگاهی را که از همه بیشتر دردسر ایجاد می‌کنند از بین می‌بردارند. هدف اساسی از بین برداشتن پاسگاه‌ها در آن نقطه‌هایی که مناقشه‌ها برمیخست از طرف ما دیدبانگاه تمدیق، از طرف تاجیکستان دیدبانگاه روبروی آن برداشته می شود، از طرف ما دیدبانگاه بلقبوقی برداشته می شود، از طرف تاجیکستان دیدبانگاه کیخ، سوم ما دیدبانگاه مرزی کتاتوز را می برداریم، آنها دیدبانگاه قرمچق را، همچنین از طرف ما دیدبانگاه داچه و از طرف تاجیکستان پاسگاه شرشین برداشته می شود. از این مناطق افراد حربی و ملکی هم گرفته می شوند. مناقشه های قبلی محض در همین نقطه ها آغاز شده بود و به خاطر اون که دیگر به چنین مناقشه ها راه داده نشود تصمیم گرفتیم که این دیدبانگاه ها را از بین برداریم. خبر داد قمچیبک توشیف هنگام صحبتش با ژورنالیستان. او افزود که بند دوم پروتکل مربوط به تیزانیدن کار کمیسیون تعیین و علامتگذاری مرز است. امیدوارم تمام مسائل حل می شوند. ما جانب قرقیزستان طبق تمام بندهای در این پروتکل نشان داده شده عمل می کنیم، وعده داد توشیف. این مذاکرات و امضای پروتکل در پی مناقشه خونین روزهای 14 و 17 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان است که از هر دو طرف بیش از 130 کشته و حدود 400 زخمی به جا گذاشت. قرقیزستان هلاکت 62 نفر و جراحت برداشتن زیر 200 نفر را از آن طرف تصدیق کرد. تاجیکستان رسما هلاکت دست کم 41 نفر و جراحت برداشتن بیش از 200 نفر را تصدیق کرده است، ولی در مطبوعات این جمهوری رویخط الکی 75 نفر کشته شده در مناقشه اخیر مرزی نشر شده است.